صرافی‌های غیر متمرکز یا دیسنترالایزد اکسچنج ها پلتفرم ها یا سکوهای مبادلاتی هستند که میتونید با استفاده از اونها کاملا به صورت غیر متمرکز و بر بستر بلاک چین ارزهای مختلف رو به همدیگه تبدیل بکنید. توی این ویدیو من میخوام با استفاده از صرافی غیر متمرکز یونی سواپ داخل شبکه BNB اسمارت چین توکن خرید و فروش بکنم تا ببینید به چه صورت میتونید این کار رو انجام بدید. پس در ادامه این ویدیو همراه من باشید. صرافی غیر متمرکز یونی سواپ در آدرس app.uniswap.org در دسترسه. من در این ویدیو از والت متاماسک استفاده میکنم. همینطور 1/10 BNB داخل والتم دارم و میخوام روی شبکه اسمارت چین سواپ رو انجام بدم. از اینجا میتونید شبکه رو به شبکه مورد نظر خودتون تغییر بدید. هر شبکه‌ای رو خواستید میتونید از قسمت اد نتورک اضافه بکنید. این هم لیست شبکه‌هایی هستش که یونی سواپ در زمان ضبط این ویدیو پشتیبانی میکنه ازشون. برای تغییر شبکه متاماسک هم میتونید از این قسمت اقدام بکنید. یه سری شبکه رو به صورت پیش‌فرض داره که میتونید اضافه کنید یا یک شبکه رو به صورت دستی اضافه بکنید. همینطور لیستی از شبکه‌های EVM در دسترس داخل وبسایت chainlist.org موجوده که هر کدوم از اونها رو هم خواستید میتونید اضافه بکنید. به طور مثال میتونید شبکه اولانچ سی چین رو به این صورت به متاماسک اضافه کنید. در اینجا مشاهده میکنید که شبکه اولانچ سی چین اضافه شد. برای شروع استفاده از یونی سواپ باید شبکه یونی سواپ رو هم به شبکه دلخواه خودم تغییر بدم و والتم رو هم باید متصل بکنم به وبسایتش. والت های مختلفی از جمله والت خود یونی سواپ، متاماسک و غیره رو پشتیبانی میکنه. مثلا اگر از تراست والت یا کلا والت های موبایلی دارید استفاده میکنید باید روی والت کانکت کلیک بکنید و با اسکن کردن این QR کدی که بهتون نشون میده والت تراست والتتون رو بهش اضافه بکنید. من روی متاماسک کلیک میکنم، نیکس و کانفرم رو میزنم و والت من متصل میشه. در اینجا هم باید انتخاب بکنیم که چه ارز یا توکنی رو به چه توکن دیگه میخوایم تبدیلش بکنیم. چند تا گزینه هم داره که ما با گزینه سواپ کار داریم. بالایی اینپوت، پایینی هم اوتپوت ماست. در اینجا هم یه سری توکن معروف رو به صورت پیش‌فرض داره. میتونید یکی از اینها رو انتخاب کنید با کلیک کردن روشون یا اسمش رو سرچ بکنید. همینطور اگر توکن مد نظرتون توی این لیست نیست میتونید آدرس کانترکتش رو پیست کنید تا بتونید ایمپورتش کنید. به طور مثال من تتر رو اینجا انتخاب کردم. مقدار BNB که میخوام بدم رو وارد میکنم. مقدار تتری که بهم میده رو بهم نشون میده. موجودی BNB رو هم میتونید از اینجا مشاهده بکنید. اگر مکس رو کلیک کنم کل مقدار رو انتخاب میکنه تقریبا. البته با توجه به اینکه کارمزد تبادل خیلی زیاد نیست میتونید مقدار بیشتری رو هم دستی وارد بکنید. یه نکته مهم داخل قسمت تنظیماته. اون هم گزینه اول یا اسلیپیجه که یک مقدار درصدیه و میتونید تعیین بکنید که تا زمانی که تراکنشتون تایید میشه تا چه مقدار تغییر قیمت براتون قابل قبوله. که البته مقدار پیش‌فرضش روی اوتو هست، اما اگر خطای اسلیپیج رو دیدید هنگام خریدتون میتونید اون رو به مقدار بالاتر و دلخواهتون تغییر بدید. همینطور ترانزکشن ددلاین رو هم دارید که تعیین میکنید تا چند دقیقه وقت میتونید بدید تا تراکنشتون تایید بشه و اگر بیشتر طول بکشه تراکنش لغو میشه. البته این گزینه بیشتر برای شبکه‌های شلوغی مثل اتریوم کارایی داره. گزینه آخر رو هم من میذارم روشن بمونه. خب همونطور که گفتم در اینجا میتونید آدرس کانترکت توکن های دلخواه رو هم وارد بکنید. یک مثال هم میزنم. یک توکن رو میخوام از داخل کوین مارکت کپ
اضافه بکنم با استفاده از آدرس کانترکتش. باید ارزی باشه که داخل شبکه اسمارت چین موجود باشه و لیکویدیتی یا استخر نقدینگی هم داشته باشه داخل یونی سواب. به طور مثال چین لینک میتونه گزینه مناسبی باشه برامون. اینجا روش کلیک میکنم. در اینجا هم آدرس کانترکت شبکه اسمارت چینش رو کپی میکنم و اگر اینجا پیستش بکنم مشاهده میکنید که اون رو میاره. همینطور توکن های بینام و نشون یا حتی توکن هایی که توی هیچ صرافی متمرکزی نیستن رو هم میتونید اضافه بکنید و البته به شرطی میتونید سواب بکنید که استخر نقدینگی داشته باشن داخل یونی سواب. در اینجا یک توکن رو همینجوری پیدا میکنم و ایمپورت میکنم. البته این توکن استخر نقدینگیش داخل پنکیک سوابه و داخل یونی سواب استخر نقدینگی نداره، اما کانترکتش رو که اینجا پیست بکنم میارش و این گزینه رو برای ایمپورتش باید کلیک بکنم. و مشاهده میکنید مقدار رو که وارد میکنم میگه که اینجا لیکویدیتی نداره. حالا میتونم همون چین لینک رو بخرم یا تتر مثلا. حالا من میذارمش روی همون تتر. مبلغ رو اینجا میتونم به BNB وارد بکنم، زیرش هم میتونم به تتر اون رو وارد بکنم. مثلا 20 تا تتر میخوام بخرم، میشه اینقدر BNB. در اینجا هم یه سری جزئیات از جمله تاثیر این خرید روی قیمت تتر، اسلیپیجی که داره الان، کارمزد که اینجا 25%، هزینه شبکه و روت رو هم به هم نشون میده. روی دکمه سواب که کلیک بکنم یک اوورویو رو هم به هم نشون میده و با کلیک کردن روی کانفرم سواب میتونم BNB رو به تتر تبدیل بکنم. در اینجا تراکنشم روی متاماسک باز میشه، میگه که تقریبا 3 BNB میدید و 20 تتر دریافت میکنید. کارمزد رو هم میتونم تغییر بدم. 3 تا حالت داره که در حال حاضر همش یکیه مبلغش و میتونم با کلیک کردن روی گزینه ادوانسد کارمزدم رو تغییر بدم. نوشته که کارمزد در حال حاضر 1 الی 5 گیگاوی هست. اینجا میذارمش روی 1. البته این کار همیشه جواب نمیده، شاید بعضی وقتا لازم باشه که بذاریدش روی مقادیر بالاتر. مشاهده میکنید که کارمزدم شد 16 سنت، یعنی 1/3 حالت پیش‌فرض و دکمه کانفرم رو که بزنم تراکنشم تایید میشه. تراکنش ثبت شد. روی بلاکچین اکسپلورر هم میتونم ببینمش. اینجا نوتیفیکیشن متاماسک هم اومد و تراکنشم تایید شده. در اینجا هم جزئیات تراکنشم رو مشاهده میکنید. همینطور اگر روی آدرس والت هم کلیک بکنم تراکنش هام و موجودی والت هم رو میتونید ببینید. بیست تتر هم اضافه شده به والتم. در اینجا اگر گزینه رفرش رو کلیک بکنم میتونم تترم رو در اینجا ببینم و به هر جایی هم که خواستم اون رو ارسال بکنم.
همینطور اگر تترم رو بخوام تبدیل به BNB بکنم، به این صورت میتونم جابجاشون بکنم، یا اینکه هر توکن دیگه رو میتونم انتخاب بکنم به جای هر کدوم از اینها. در اینجا من مقدار تتری که میخوام بفروشم رو وارد میکنم، میگه که انقدر BNB میشه، بعدش میتونم سواپم رو انجام بدم. نکته‌ای که برای فروش توکن ها وجود داره تراکنش اپرووه و در واقع توی فروش توکن باید به جای یک مرحله 2 یا 3 مرحله رو طی بکنید. اولیش همین تراکنشه که کارمزدش از تراکنش اصلی سواب هم کمتره. اینجا میگه که چه مقدار تتر رو میخواید بفروشید. من حداکثر میزانی که دارم رو وارد میکنم. شما میتونید هر مقداری که میخواید توی اون تبادل بفروشید رو وارد بکنید. کارمزدش رو هم باز میتونید تغییر بدید. این تراکنش رو انجام میدم. بعد از تایید شدن تراکنش اپروو و بالا اومدن متاماسک باید روی ساین کلیک بکنم. و در نهایت هم تراکنش اصلی یا آخری که سواب هست بالا میاد و اون رو هم میتونم تایید بکنم تا تترم به BNB تبدیل بشه. تراکنشم با موفقیت انجام شد. 20 تتر کم شد و به ارزش 20 تتر به والتم BNB تبدیل شد. البته با کسر کارمزد. همونطور که مشاهده کردید من با استفاده از صرافی غیر متمرکز یونی سواب داخل شبکه BNB اسمارت چین خرید و فروش انجام دادم. اگر این ویدیو براتون مفید بود اون رو حتما با دوستانتون به اشتراک بذارید. همینطور لایک و کامنت هم یادتون نره. خیلی ممنونم از توجه و همراهی شما.